الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ابو سعید خدری نامشان سعد بن مالک بن سنان از قبیله خزرج انصار بودند. صحابی جلیل القدر، از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایاتی دارند. در سال 63 یا 64 یا 65 هجری قمری از دنیا رحلت نمودند. فرمود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند، حکایت از موسی میکنن. موسی علیه السلام فرمود: یا رب علمنی شیئا، تعلیم بده مرا شیئا، دعای ذکری، تا اذکرک به وسیله ازو تو را ذکر کنم، ثنای تا بگم، حمد و ستایشی تو را کنم، و ادعوک بهی، و تو را بخوانم به وسیله ازو، و عبادتی تو را به وسیله ازو انجام بدهم. قال: قل یا موسی، الله تعالی فرمود بگو ای موسی لا اله الا الله. درخواست از طرف موسی علیه السلام شد که یا الله یک ذکر خاصی را به من تعلیم بده تا اینکه به وسیله از او عبادتی تو را انجام بده. هم الله تعالی لا اله الا الله را برش گفت. موسی علیه السلام فرمود: کل عبادک یقولون هذا. یا الله تمام بنده های ذکر میکنه و به ذکر ترا عبادت میکنن. یک ذکر مقصود موسی علیه السلام یک ذکر خاصی با ما بگو بدون از لا اله الا الله. الله تعالی فرمود: یا موسی لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری. اگر 7 طبقه آسمان با مخلوقی که در 7 طبقه آسمان زندگی میکنه بجز خالق، بجز الله تعالی، و همچنان 7 طبقه زمین و مخلوقی که در 7 طبقه زمین زندگی میکنه، همه از اینها گرفته شوند و در یک طرفی از ترازو گذاشته شوند. فی کفت، در یک طرفی از ترازو گذاشته شوند. ولا اله الا الله، ولا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله در طرف دیگری ترازو گذاشته شود. چه کاری صورت میگیره؟ مالت بهن لا اله الا الله. کلمه لا اله الا الله تمام مخلوقات آسمان و زمین و هم آسمان و زمین کش میکنه، بالای از اونها ثقیلی میکنه، وزنش از اونها بیشتر میشه. از این حدیث چند چیز دانسته میشه. یکی، روایتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از موسی میکند، این روایت از طریق وحی الله تعالی برش خبر میدهد، نه اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم از طریق موسی مباشر گرفته باشه، چون موسی علیه السلام قرنها قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کردن، و نه این چیز در شب معراج هم از موسی گرفتن. و قصه های زیادی را در قرآن حدیث وجود داره که الله تعالی از طریق وحی برای پیامبر خود خبر داده. و از حدیث فضل کلمه لا اله الا الله هم دانسته میشه. کلمه بزرگی است که انسان به حجم ازی نبیند، بلکه محتوای ازی را فکر کند. چون لا اله الا الله، انسان در دنیا زندگی میکنه فقط به خاطر کلمه لا اله الا الله زندگی میکنه. به خاطر کلمه مسلمان و کافر تقسیم میشه. کسایی که قبول داره مسلمان است، کسایی که قبول نداره کافر هستن. به خاطر کلمه گردنها زده میشه. کسی که لا اله الا الله نگفت جهاد فرض میشه، یعنی علیه ازو باید جهاد صورت بگیره تا وقتی که لا اله الا الله را اقرار میکنن و به این معترف میشن. و دشمنی به خاطر دشمنی هایی که صورت گرفت به خاطر همین کلمه
رسول الله صلی الله علیه و سلم و حتی قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر انبیا همه دشمنی ها به خاطر این کلمه لا اله الا الله بود. این کلمه پدر از پسر جدا کرد و انسان از قوم و قبیله و خیش و اقربانش جدا کرد، صف جدا کرد که صف پاک است و صف اهل اسلام است، صف اهل کفر است. به خاطر کلمه مسلمان ها در مقابل پدری خود استاد شدند، در مقابل خیش و اقربا و اهل و فامیل خود استاد شدند، با آنها جهاد کردند. و به خاطر این کلمه جنت و دوزخ ساخته شده. کسی که کلمه را میگه لا اله الا الله داخل جنت میشه به وسیله ازی، و کسی از این کلمه انکار میکنه داخل دوزخ میشه. پس این کلمه کلمه است که اصلی خلقت انسان هم به خاطر همین کلمه است. لا اله الا الله در ابتدا نفی میکنی هیچ معبودی بر حق وجود نداره، باز اثبات میکنی الا الله بجز الله، معبودی بر حق بجز الله تعالی دیگر وجود نداره. الله تعالی ما را توفیق بدهد که کلمه را همیشه ورد زبان بسازیم و الله تعالی به وسیله کلمه ما را وارد بهشت بسازد. بارک الله فیکم.